سلام علیکم بچه ها. در این آن ما چیکار карта заказ کنیم через برنامه یعنی با طریق برنامه اسقاط آنلاین شما را میفهمونم. خب واسه پروداکت را زیر میکنم در اینجا شما را رویخط کارتایی که دارین همو پیدا میشه. اگر که карта نداشته باشین یعنی نه карта заказ کردم заказать карт را زیر میکنم. بعد заказать карт را زیر کردم و همین رویخط پیدا میشه. همین رویخط رو یک تا دیده رفتن میگیریم پایان رفته کدام نمود کارت شما را مقبول باشه انتخاب میکنیم. من در ویزا گولد در کار بود برای همین ویزا گولد заказ کردم. خب شما میتونید کارت ملی заказ کنید یا اینکه یگان چیز دیگر. خب دوامش میتونیم وقتی که بالای کارت مثال کدام کارتی که شما را مقبول است ما در ویزا گولد در کار زیر کردیم کلید پیدا میشه. یا اینکه میتونیم بالا بریم بخونیم با در آنجا گفتگی خودش درباره چی گفتم پرودالژی تا که زیر کردیم الکی این نمود اکران پیدا میشه. در این نمود اکران هم بلوگیاش در چپکن هم میشه. این فامیلی نه کارت گفتگی اگر شما ایدنتیفیکاسیون گذاشته باشین نام نسبتون چیکار که در کارت باید نشون بدم اینجا نویسنده میشه و ایمیل فامیلی ده چون دیم گیش سیکرت نیست نو سیکرت نیست نو دختون یگان چی منویسونن او را از یاد میکنن در آینده شاید که در کارتون شود گورد اونجا را در میکنه شما در کدام ناحیه قرار دارین همراه انتخاب میکنن. بعدا آفیس پالیچون کارت شما کارت را ای کدام بانکی اسقاطه گرفتنین هموشه انتخاب میکنن. او دیگه پایانگیش اهمیت نمیدین اوش چیزی که باشه نباشه باید پرودالژی تازه میکنن. بعدا شما در تلفنتون دا اگر خطا نکنم اسمس کد میاد اسمس کد هم مینویسونن میگه заказ شما قبول شد یعنی ما آره کار در برای کارت شما را آغاز کردیم و خلاص گپ با این بانکی بود که ما هم رجیستراسیون کردیم و در همین حالت یکم فوریه ما رجیستراسیون کارت заказ کردم عاقبت اومدم با همین نزدیکی همین کارت ما گرفته بودم. خب شما میتونین که همین خیلی заказ کنین کارتاتون رو باید بگیرین چه با طریق آنلاین در حقیقتا با اسقاط آنلاین گرفتش میشه. متاسفانه امانات بانک ما همین کار کردیم نشد. خب این یک دوم شما میتونین که در برنامه اگر رقم تلفنتون رو عوض کردنی باشین مثال چقدر میگم شما با یک نامر دیگه اسقاط آنلاین کشوده اینو میتونه اگر بخواین که رقم تلفنتون رو عوض کنین میتونین این را عوض کرده. متاسفانه این گپا که درباره امانت بانک و دوشنبستی گفته نه میتونین او عادت عوض کرده قریب ناممکن بوده عوض کردن نمیشه حاضرش ده اگر آینده ده این امکانیت ایلو باش نکنن نمیدونم با همین سربلند و خانه آباد باشن تا نوابهای بعدی.